الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اما بعد، ایمان آوردن به کتابهای الله عز و جل رکن از رکنهای ایمان است. کدام انسانی که به کتابی از کتابهای الله عز و جل نازل کرده اگر ایمان نآورد، ایمان او ایمان حساب نمی شود. در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از عمر بن الخطاب رضی الله عنه و ارضاه روایت کردند که حضرت جبرائیل علیه السلام در صورت مرد به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند چیزها را پرسید. از جمله سوالهای جبریل چنین بود که اخبرنی عن الایمان، درباره ایمان برای من خبر ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان این است که ایمان بیاری به الله عز و جل و به فرشتگان الله تعالی و به کتابهای الله تعالی و به پیغمبران الله تعالی و ایمان به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی بیاری. 6 چیز. یعنی کدام انسانی که همین 6 چیز به ایمان می آورد و انشاءالله مؤمن است و از دایره کفر به دایره اسلام می درآید. و کدام انسانی که به همین 6 چیز یا به جزء از جزءهای همین 6 چیز اگر ایمان نآورد، نام او مؤمن مسلمان نامیده نمی شود تا حتی به همین 6 چیز ایمان بیارد. این ایمان آوردن به این 6 چیز به نهایت چیزی مهم است. اگرچه یگان انسان شب و روز عمر خود را در اطاعت و طاعت گذرانیده باشد، لیکن به یگان چیز از همین بین 6 چیز اگر ایمان نآورده باشد، عملهای او بیهوده است، روز قیامت از جمله دوزخی های ابدالآباد است. بنابراین این موضوع که موضوع مهم است و باید درباره این چیزها معلومات داشته باشیم و درباره این سخن کرده باشیم. امروز در جمعه های گذشته درباره ایمان به الله تعالی 2 جمعه صحبت کرده بودیم. درباره ایمان به فرشته ها 1 جمعه، درباره ایمان به پیغمبران صحبت کرده بودیم و امروز انشاءالله درباره کتاب های الله عز و جل صحبت میکنیم که البته ایمان آوردن به کتاب های الله عز و جل این فرض است. کدام انسانی که ایمان نآورد و مؤمن و مسلمان نیست. الله عز و جل در قرآن کریم میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و ملائکته ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. ای آنهایی که ایمان آوردید، ایمان آورید به الله عز و جل و به فرشتگان الله تعالی و به پیغمبرانش و به آن کتابهایی که به پیغمبر شما نازل کرد و آن کتابهایی که به پیشین پیغمبران نازل کرد، همه به ایمان آورید. و در دوامش الله عز و جل که و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. کدام انسانی که به الله تعالی ایمان نآورد، به فرشتگان الله تعالی ایمان نآورد، به کتابهای الله تعالی ایمان نآورد، به پیغمبرهای الله تعالی ایمان نآورد، به روز قیامت ایمان نآورد، در حقیقت گمراهی همین خیلی یک گمراه شده است که دور گمراه شده است. یعنی کدام انسانی که اگر راه گم کند، یعنی نزدیکی و رفتگی باشد، گشته راه راست یافتنش ممکن. لیکن خدا میگوید که فقط ضل ضلالا بعیدا، این آدم در حقیقت به نهایت سخت گمراه شده است که شاید گشته دیگر راه حق نیابد. بنابراین درباره این چیزا سخن کردن به نهایت مهم است
حتی الله عزوجل در قرآن کریم در سوره بقره امر میکند که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگویید ای مسلمانان ما ایمان آوردیم به الله تعالی و آن چیزهایی که الله تعالی برای ما نازل کرد، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم. ما ایمان آوردیم به آن چیزی که به پیغمبری ما نازل شد و به آنی که به ابراهیم نازل شد، به آنی که به اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و به موسی و عیسی و ما اوتی النبیون و آن کتاب‌هایی که به پیغمبران آمده شده بود همش به ایمان آوردیم. لا نفرق بین احد من رسله، بین پیغمبرای خدا ما جدایی نمی‌اندازیم، نمیگویم که گپی فلان پیغمبر قبول میکنیم گپی فلان پیغمبر قبول نمیکنیم، نمیگویم چه خیلی که دیگر دیندارها پیغمبر خودش اعتراف میکند دیگر پیغمبر اعتراف نمیکند و اعتراض میکند. دین مبین اسلام میگوید که ما همه پیغمبرای اکرام میکنیم. کتاب در لغت عرب اصلا از کلمه خط یخط دوختن معناش گرفته شده. دوختن برای چی کتاب معنای دوختن گرفت؟ برای آن که وقتی که در ورق یک چی نوشته می شود و بالای این ورق به دیگر ورق جمع می شود، در آخر همون جمع میکند و می دوزد، همون بیان همون کتاب نامیده شد. اصلش یعنی دوخته شده، از کلمه دوختن گرفته شد. لیکن سپس یعنی مجازاً به هر چیزی که به ورق نوشته میشد خط، ما میگوییم که خط همون خط اصلش از کلمه خط یا خط و دوختن گرفته شده. خط معناش دوختن اصلش، لیکن وقتی که کتاب ورق‌ها جمع میشد و آخر به دوخته میشود از همین کلمه گرفته شده. حتی اگر یک ورق به یک جمله گپ نوشته باشد و هم کتاب نامیده میشود. در سوره نمل خدا در حق ملیکه سبع، پادشاهی سبع بلقیس که زنان نقل میکند که قالت یا ایها الملأ اینی القی الی کتاب کریم. میگوید که زنک پادشاه ای قوم میگوید من به یک کتاب کریم آورده شد، یعنی یک مکتوبی به نهایت عجایب آورده شد. کتاب گفت و یک ورق بود. با وجود همین پادشاه یمن گفت که من به یک کتاب آمد. گفت دومش گفت که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. همین کتاب معناش میخواد که این نامه از سلیمان است و این نامه در بر میگیرد یا شروع میشود بسم الله الرحمن الرحیم کتی و دوامش الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. من به کلانگری نکنید، مسلمان شده پیشم بیایید. این گفتی سلیمان با پادشاه یمن و پادشاه سبع که کلانگری نکرده همه مسلمان شده بیاد. یعنی همین یک جمله زنک گفت که اینی القی الی کتاب، من به کتاب آمد. گفت بعد اینکه اصلا کتاب از ورقهای بسیار عبارت بود، سپس در لغت عرب مجازاً به هر چیزی که نوشته می شود و خط که مکتوب می شود همون چی کتاب گفتم. و اصل کلمه کتاب الجمع و الضم، جمع کردن و ضم کردن میگوید. برای اون که یک کتاب به یک چند حرف های و کلمه های و جمله ها وقتی که در یک جا یک مسئله های گوناگون حکایه و نقل ها جمع می شود هم کتاب نامیده شد. اما در شریعت اسلام کتاب های الله تعالی این سخن های پروردگار است، آن سخنهایی که الله عزوجل برای هدایت بشریت، برای راهنمای بشریت، برای مردم به راه راست نشان دادن. و یکی از مقصد خلقیت انسان ها همین است که الله عزوجل میگوید که لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله عزوجل حیات خلق کرد، موت خلق کرد. انسان به دنیا می آید، بعد عجلش به آخر رسیدن از دنیا می گذرد لیبلوکم، تا اینکه الله عزوجل شما را امتحان کند که کدام شما گفته خدا کدی عمل میکنید و کدام شما گفته خدا کدی عمل نمیکنید. وقتی که برای امتحان که هست نزول کتاب ها و برای هدایت بشریت که هست، همه کتاب ها اصلا همین مقصدی الله عزوجل از فرستادن کتاب ها همین است. و الله عزوجل پیغمبران را فرستاد و همراهی پیغمبران کتاب ها را فرستاد. همگی چقدر کتاب نازل شده است غیر الله عزوجل دیگر کسی نمیداند. برای آنکه الله عزوجل در قرآن کریم برای ما 4 کتاب نقل کرد
و بعض صحیفه های نقل کرد. اگر صحیفه های ابراهیم و صحیفه های موسی هر دوش هم صحیفه گوییم و صحیفه موسی این تورات نه، این غیر تورات بود دیگه، موسی و صحیفهش بود گوییم، 6 کتابش الله عزوجل در قرآن کریم نامش گرفتگی است. لیکن اگر همون صحیفه های موسی همون تورات بود گوییم، اگر 5 کتاب الله عزوجل در قرآن کریم ذکر کرده است. یکی تورات که این کتاب به موسی علیه السلام نازل شده بود. دیگری زبور که این بعد تورات به داوود علیه السلام نازل شد، برای اینکه داوود از موسی علیه السلام دیر آمدگی هستند. و به عیسی علیه السلام الله عزوجل انجیل فرستانید و به ابراهیم علیه السلام نام کتابش نماند، لیکن گفت که صحیفه های ابراهیم. این گفت فی صحف ابراهیم و موسی. در سوره اعلی خدا میگه که این سخنها در کتاب‌های پیشینه هایم بود، در صحیفه های ابراهیم و در صحیفه های موسی هم این چی وجود داشت. لیکن خدا نامی کتاب ابراهیم نام خاص نماند، گفت که صحیفه های ابراهیم. صحیفه های ابراهیم، تورات، زبور، انجیل، این 4 تا قرآن کریم پنجمینش. این 4 تا قرآن کتاب‌هایی که پیش از قرآن نازل شدگی بود، اینها مباشرتاً کتاب یکباره نوشته شدگی به دست پیغمبران می آمد، تیار نوشتگی الله عزوجل فرستانیدگی به واسطه جبریل علیه السلام. اما قرآن کریم الله عزوجل آیت در مدت 23 سال نازل کرد. قرآن کریم حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک جا همچون کتاب جمع شدگی نبود. قرآن در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمع شد، برای آنکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه قرآن از زبان پیغمبر حفظ میکردند و خود رسول الله نوشته نمیتوانستند و خوانده نمیتوانستند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخط بیمینک، تو پیش از قرآن ما نازل کردن تو کتاب خوانده نمیتونستی. رسول الله خطاب میکند و دست راست کردن نوشته هم نمیتونستی. یعنی مقصد از دست راست اینجا یعنی مطلق تو دست کردن نوشته نمیتونستی. یعنی پیغمبر چقدر که در صحیح گفتن که این امت امیون، ما یک انسانهای امی، لا نقرأ ولا نکتب، خوانده هم نمیتوانیم نوشته هم نمیتوانیم. برای چی الله عزوجل پیغمبرش خوانده نمیتوانستگی و نوشته نمیتوانستگی کرد؟ تا اینکه یهودا نگویند که این خوانده نوشته از کتابهای تورات و انجیل و زبور از کتابهای ما دزدیده خودش کتاب نو اختراع کرد. تا اینکه همین خیل نگویند گفته الله عزوجل چی کرد؟ پیغمبرش همین خیل امی گردانیده بود، نوشته نمیتوانستم، خوانده نمیتوانستم. اینم یکی از معجزه های پیغمبر بود که یک سخن میکردن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. سخنی که پیغمبر تلاوت میکردن خدا میگه که این قرآن اگر ما به کوه نازل میکردیم کوه میدیدی که پاره پاره میشد از ترس پروردگار. بنابراین وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن قرائت میکردن کدام عربی که کم انصاف داشت همون زمانا به یگانگی الله تعالی و به حقیقت پیغمبری حضرت محمد علیه السلام ایمان می آورد. برای آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک گفتند که هر یک پیغمبرها الله عزوجل معجزه ها دادگی بود. همون معجزه ها که مردم دعوت میکرد، لیکن آن چیزی که برای من داد این وحی بود، یعنی این تلاوت میشدگی چیز بود و این تا روز قیامت هست. پیغمبر وفات کردن لیکن معجزه پیغمبر وفات نکرد. امروز اگر کدام انسانی که قرآن با زبان عربی مبین، عربی واضح کده اگر میخواند، اگر کمی انصافش باشد، اگر سرخم کند، کلانگری نکند، باید ایمان بیارد این قرآن دا، باید یگانگی الله عزوجل و ایمان بیارد. پیشینه کتابها به هر یک زمان موافق بود، لیکن به دیگر زمان شاید موافقت نمیکرد که الله عزوجل آنهای حفظ و حمایش به ذمه خود نگرفت. یگان کتابی را الله عزوجل غیر قرآن کفالت خودش نگرفت که همین کتاب من محافظت میکنم نگفت. اما زمانی مثلا آدم علیه السلام آدم علیه السلام نکاح کردنی دختری پسرشان درست بود، یعنی نبیره پسرشان، نبیره که از پسرشان شده که مثلا دختره نکاح کردنشان درست بود. برای آنکه الله عزوجل آدم یک حوای با خلاص
دیگر زن نبود و یا چه میکردن از نسل خود خانه‌دار میشدن و این دیگر شریعت ها حرام است مثلا نبیره خود خانه‌دار شدن و بنت الابن مهما نزله، یعنی انسان برای وی در شریعت ما حرام است نکاح کردن آنهایی که از او تولد می شود. مثلا نبیره دختریش، نبیره پسریش، همین های دختراش مطلق برای بابایش حرام است گرفته نمیتونه، اگر چنده که 7 پشت و 8 پشت باشدم چه خیلی که مادر و آچه هاش خانه‌دار شده میتونه. لیکن در شریعت آدم درست بود، برای اون که آدم کم بود اون زمان، یک آدم و یک حوا بود و خودی فرزندان آدم علیه السلام هم حوا در یک شکم 2 کودک تولد میکرد، یک پسر و یک دختر. دیگری شکم با یک پسر و یک دختر تولد میکرد، دختری دوم شکم پسری یکم شکم با پسری یکم شکم با دختری دوم شکم خانه‌دار میکرد. لیکن شریعتی ما این درست نیست که اگر یک انسان یک پسر و دختر دار شود دوم شکمش این با خانه‌دار کند. حرام است خانه‌دار شدنی چیها؟ خانه‌دار شدنی خواهرها. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام است برای شما خانه‌دار شدنی مادراتان، دختراتان و خواهراتان، حرام است. لیکن در دیگر شریعت وقتی که ضرورت کی بود حلال بود، سپس بر باقی مانده شریعت ها حرام گشت. مثلا در زمان موسی علیه السلام یک انسان با 2 تا خواهر خانه‌دار شدن درست بود. موسی علیه السلام 2 تا دختری شعیبه خانه‌دار شدگی یک باره. لیکن در شریعت ما خدا گفت که در سوره نساء و ان تجمعوا بین الاختین، و برای شما حرام است جمع کردن 2 تا خواهر در زیر یک مردک نکاح به. لیکن همون وقت به درست است که اگر وفات کند خواهرش وفات کند دیگری خواهرش گرفته می شود، یا اگر یک خواهرش رو طلاق دهد دومش گرفته می شود در شریعت ما. لیکن حدش یک باره درست نه در شریعت ما. من در دیگر شریعت ها حلال بود، در شریعت ما حرام است. لیکن مثلا شریعت ها همش از جانب الله عزوجل فرستاده شده. یگانه ذاتی که شریعت های تمام می نمودی شریعت های فرستاد این الله عزوجل خودش و مقصد الله عزوجل معلوم. اساسی دعوت تمام پیغمبران یگانگی الله عزوجل و عبادتش است. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. همه پیغمبران، شعیبم، صالحم، هودم، دیگر همه پیغمبران میگفتن که یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من الله تعالی عبادت کنید، ما لكم من اله غیره، دیگر شما خدای حقیقی ندارید، یگانه الله عبادت کنید. همه پیغمبران دعوت میکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ان معشر الانبیاء اخوة علات، ما جماعت پیغمبران فرزندای کنداش ها هستیم. میگن یعنی یک مردکند 4 تا زنش های، مثلا هر یک 4 بچهش از 4 زنش بچه هاش های، بچه های همون در شریعت اسلام اخوه لعب میشد، یعنی اینها برادر هستند، پدرها یک مادرها دیگر، یعنی اینها میراث همدیگر میخورن، اینها برادر، اینها اوگای کلمه خطا است در شریعت اسلام، اینها همه برادر همدیگر هستند، اینها میراث میخورن. ما میگم پیغمبران همه مانند همین هستیم. دین ما یک است، مادران ما گناهگون است، شریعت ما گناهگون است. دین ما یک دعوت به یگانگی الله عزوجل میکند. همه شریعت همه پیغمبران مردم از خدا ترسی و از آخرت، از روز قیامت ترسیدن و وصیت میکردند. مردم خاطر رسانی با روز قیامت میکردند. نوح علیه السلام گفتند که پروردگاری که شما از خواب برآورد با گشت خواب برمیگرداند، یعنی درباره قیامت گام زدند. همه پیغمبران این جانبه یک جانبه عقیدگی و مثلا نماز در همه شریعت ها بود. و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، عیسی میگن که من الله عزوجل وصیت کرد به نماز و زکات مادامی که زنده هستم. موسی علیه السلام خدا که اقیم الصلاة لذکری، نماز برپا دار. ابراهیم علیه السلام دعا کردن که ربی لیقیم الصلاة، پروردگار فرزندای من نماز خوانند. گفت همه پیغمبران نماز میخواندند. روزه هم بود. الله عزوجل گفت که در سوره بقره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای مسلمانان برای شما روزه فرض شد چه خیلی که پیشینها روزه فرض بود. دلالت فقط که روزه هم فرق میکنه. مثلا در شریعت های گذشته وقتی که آفتاب غروب کرد آنها افطار میکردند و اگر خوابشون برد اگر همین که پگاه تا وقتی غروب آفتاب چیزی نمیخوردن. مادامی که اگر بیدار باشن برای آنها حلال بود، خانه‌داری کردن، خوردن، نوشیدن حلال بود.
لیکن مثلا ساعت 11-12 وقتی که خواب کرد الکی همین که سحری خوردن برای اونها حرام بود. لیکن شریعت ما بعد همین غروب آفتاب تا طلوع شمس تا طلوع فجر تا دمیدن صبح خوردن حلال است. این از شریعت های دیگه فرق میکنه. نمازخانه های ما هم اسلوبش از دیگر شریعت ها فرق میکنه، لیکن همش یک نماز است. روزه هم می‌داشتن، حج هم می‌کردن بعد زمان ابراهیم علیه السلام. در حدیث آمده است که موسی علیه السلام حج کرده، یونس علیه السلام حج کرده. بعد ابراهیم هر یک پیغمبری که آمده و حج مشروع بود. بنابراین فقط فرقیت بین جزئیات شاخه‌های شریعت ها فرق می‌کند، لیکن اصل شریعت اساسی این یگان در بین شریعت ها چی فرق نمی‌کند. همش یگانه دین الله عز و جل است. دعوت به راه راست می‌کند، دعوت به خدا ترسی می‌کند. همین خیل الله عز و جل کتاب‌های فرستانید و کتاب‌های پیشینه الله عز و جل چه خیلی که ذکر کردیم بر ذمه خود محافظت چه نگرفت، برای آنکه شاید وای کتاب‌ها به یک زمانه موافقت می‌کرد به دیگر زمانه موافقت نمی‌کرد. چه خیلی که ذکر کردیم قصه دختر داریم آدم علیه السلام چه خیلی دختراشون پسراشون به خانه‌دار می‌کردن، حالا دیگر زمانه مطابقت نمی‌کند، وای همون زمان ضرورت داشت الله عز و جل برای آنها اجازه داد. و این چنین شریعت تورات شریعتی بسیار وسیع‌تر است در بین بعضی شریعت ها. شریعت عیسی علیه السلام مکمل کننده شریعت تورات هستند. اما بسیار مسئله ها عیسی علیه السلام مردم احاله به تورات میکردند، میگفتند که به تورات برگردید. بسیار چیزا داشت در انجیل. و احل لكم بعض ما حرم علیکم، میگفتند که بعضی چیزایی که تورات حرام بود عیسی علیه السلام شریعتشون حلال بود. فرقیت میکرد برای آنکه الله عز و جل در شریعت تورات بعضی چیزای حلال هم حرام گردانید. مثلا الله عز و جل شطور حرام گردانید برای یهودی ها، برای اینکه خود اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام یک نظر کرده بودن که اگر من صحت سلامت شوم بعد بیماریم بهترین یعنی گوشتی که دوست می‌دارم گوشت شتر است و شیر شتر نمیخوام میگفتن. نظر کردن فرزندای اسرائیل با الله عز و جل ملزم لازم گردانید که دینی باباهاشون که عمل کند حرام گردانید. باشد گوشت شتر ضرر ندارد برای انسان، حلال است. و این چنین الله عز و جل ذالک جزایناهم ببغیهم، بعضی چیزای حلال حرام گردانید یهودی ها. گفت که ما این خیل کردیم یعنی چیزی حلالی پاکی فایده میگرفته که حرام کردیم به سبب ظلماشون. گفت و الله عز و جل در دیگر جای قرآن گفت که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم، و به سبب ظلم یهودی ها بعضی چیزایی که برای آنها حلال بود و هم حرام کردیم. میگفت مثلا روغنی گوسفند، روغنی گاو، این خلای برای آنها حرام گردانید. لیکن شریعت ما وصف کرده میگفت که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان فقط چیزای پاک، چیزایی که برای فایده آنها است هماهان حلال می‌گرداند و هر چیزی که خبیث پلیت است ضررش برای بدن آنها، برای سلامتی آنها، برای معنویات آنها ما وی حرام گرداندیم. دیشین شریعت ها خیلی بود، لیکن شریعت اسلام به هر چیزی که برای فایده بشریت است حلال گردان، هر چیزی که ضرر دارد حرام گردانید. لیکن پیشین شریعت های همچون جزا چیزی طبیعتشان میکشته که حلال و پاک هم حرام گردانیده بود به سبب ظلم هاشون. و الله عز و جل این قرآن کریم آخرین کتاب، بعضی روایتان در خود تفسیر ابوالقیوم محمد امین شنقیطی رحمت های خدا و به حضرت ذکر کردن قول حسن بصری که گویا که گفته باشند که الله عز و جل 104 تا کتاب نازل کرد. همین 104 تا کتاب علمش در همین 4 تا کتاب داخل کرد، یعنی تورات و زبور و انجیل و قرآن و همین 3 دیگه کتاب قرآن کریم جایگیر کرد. بلکه یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که 7 سوره های دراز اند بودگی چیز تورات هم بهای و این سوره هایی که 100 آیت است وای با الله عز و جل این زبورانگی جایگیر کرد و سوره های مفصلات به الله، سوره های مفصلات یعنی بعد قاف می آید، یعنی همون کتاب انجیل جایگیر کرد و باقی ماندگی سوره ها که قرآن دیگر کتاب ها افضل شد. یعنی قرآن کریم محاسن نیکی های تمام کتاب های گذشته جمع کرد و از آنها با بالا گذاشت. هر چیزی که در کتاب های آنها نیک هست در کتاب ما هست و هر چیزی که در کتاب ما از نیکی ها هست همش در کتاب آنها نیست. و بنابراین الله عز و جل این قرآن کریم محافظت کرد،
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن کریم نازل کردیم و ما این قرآن محافظت میکنیم. 1420 سال از بین گذشت، قرآن کریم تحریف نشد. یگان انسان یگان حرف زیاد کرده نتوانست تا این چقدر، و یگان انسان یگان حرف کم کرده نتوانست و نمیتوانند که آواره نشود. این قرآن الله عزوجل به حمایش گرفتگی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه این قرآن آیات های است، معجزه است در دل آنهایی که ایمان داده شدند. اگر تمام مصحف هایی که نوشته شد اگر همش سوال کنم، دلی که در قاره های قرآن حفظ کردن، علمای اسلام حفظ کردن و این نمیتونن خاموش کرده و این نمیتونن. در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی خطاب کرد که ای پیامبر من تو یک کتاب دادم که این شسته نمیشد، آب کردی شسته نمیشود. پیشین کتاب من تختچه می نویسن یا سنگ می نویسن، اگر نویسن میبرا برای چی شسته نمیشد؟ برای اینکه در دلی بنده ها است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ان اناجیل امتی فی صدورها، انجیل های امتی من در دلش هستند. یعنی قرآن امتی من داخلش اند. از آن آنها در کتاب ها بود، از کتاب ها میخوانه، از یاد میکردگی کم بود. لیکن در شریعت اسلام قاری های قرآن، عالمای اسلام یگان انسان نیست که مثلا عالم باشد قرآن حفظ نکرده باشد. اولین چیزی که باید از یاد میکند قرآن کریم است. البته در مورد کتاب ها سخن کردن بسیار است، یعنی این دانستن کتاب های الله عزوجل ضرور است. ما باید اجمالا فی الاجمال و تفصیلا فی التفصیل ایمان بیاریم، یعنی مجمل ایمان بیاریم که تمام کتاب هایی که الله عزوجل نازل کرده است من واجب باوری مایم. دویمش تفصیلی، با تفصیل میگیم که تورات به من باوری مایم، زبور به باوری مایم، انجیل به باوری مایم، صحیفه های ابراهیم به باوری مایم، قرآن به باوری مایم. همین ها حقیقتا از نزد خداوند کریم آمدگی است. اینا الله عزوجل به واسطه فرشتگانش و پیغمبرانش نازل کرده است. این من باور دارم، ایمان دارم. لیکن ما میدونیم که تورات، انجیل، زبور اینها همش مبدل شدگی، تحریف شدگی، آنها تغییر دادن. برای اینکه خدا حمایش به گردنش بنگیره، زمین خودش بنگیره، آنها چه کردن؟ الله تعالی گردن ندارد، لیکن از سبب خطاگی هایی که بر زبان ما چی میشود جاری میشود، یعنی این سبق لسان شاید آن کس میشنود و میگه که به خدا گردن اثبات کرد، یعنی بر ذمه خود نگرفت. الله عزوجل بر ذمه خود نگرفت به حمایت کردن اون کتاب های، لیکن قرآن محافظت کرد. بنابراین آنها خداشان تغییر دادن، نه دشمناشان. قرآن کریم دشمنای اسلام تغییر داده نمیتوانند. اگر همشان جمع شوند، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو ای پیغمبر اگر تمام انسان ها جمع شوند، فقط دشمنای اسلام نه، تمام انسان هم جن هم یک جا جمع شوند، سن یک تا همین سوره از سوره های قرآن این نعتین و کلکوثر باییم، بلکه یک آیه از قرآن باییم بیاریم که جمع شوند، لا یأتون بمثله، آورده نمیتونن مثل قرآن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چرا که بعضی آنها بعضشون یاردمچی شوند. برای اینکه این سخن پروردگار است، هیچگاه سخن مخلوقات ضعیفه که آنها را الله تعالی زبان داده، آنها را الله تعالی عقل داده، آنها مثل پروردگارشون سخن ایجاد کرده نمیتونن و بعد پروردگار. لیکن در کتاب‌های تورات و زبور و انجیل امروز ما کتاب آنها نمیخریم، کتاب‌های مقدس رو شاید میفروشد یا هدیه میدهد، نمیگیریم، نمیخوانیم، خاصتا برای شخصانی که عامی هستن، عالم نیستن، درست نیست کتاب‌های آنها خوانند، شاید شبهه فراید و دین آنها درآید و از دین مقدس اسلام بیخبر ماند، کافر شود. بنابراین کتاب‌های آنها خواندن درست نیست که آنها کتاب‌ها اصلا از جانب خدا بود، لیکن آنها با دست خودشان تغییر دادن. مثلا در کتاب‌های آنها گفته شده است درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر محمد صلی الله علیه و سلم برآید ایمان بیارید. آنها می‌دانستند، خدا در قرآن کریم میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهودا و نصرانی‌ها پیغمبر میشناسن چه خیلی که پسراشون میشناسن. آنها حتی جای پیغمبر از کجا میبرندگیشون میدانستند. مدینه بود جای خرمازا آمده، یعنی از مکه برآمدن، لیکن از مدینه نامشون تمامی دنیا پهن شد. مکه مردم نمیفهمید. حالا حتی بعضی مدینگی ها بی خبر بود که محمد برآمده است، مگر بعضی آموزه که پیامبر مدینه آمده سونی فهمید بعد 13 سال از مدینه پیامبر آوازشون طرف دنیای همه یاغ مشرق و مغرب پهن شد. همون با یهودا مدینه رو کوچیده اومدن، حتی نامهای پسرشون محمد میموندن که همین باشد الهی پیامبر. وقتاش هم بدونستان پاییده میگشتن که همین شب و روز برآمدنش در کار میفتن. وقتی که دیدن که از فرزندای اسرائیل
از فرزندای اسحاق نه، از فرزندای کی هست؟ از فرزندای اسماعیل است، از عرب است. آنها سرکشی کردن، ملت چگی کردن، ایمان نآوردن. مثلا در تورات الله عزوجل ابراهیم علیه السلام خطاب کرده میاد که ابراهیم یگانه پسرت در راه خدا قربانی کن میگه. اینجا در نظر دارد اسماعیل. آنها تغییر دادن. اونجا اسماعیل نه که نامش گرفتگی نبود خدا در تورات. گفت که ای ابراهیم پسر یگانه تا در راه خدا قربانی کن. گفت یهودا اومدن با میدونن که به اسماعیل هستن، مسلمان ها به اسماعیل میگن، با مسلمان ها همین تحریف اینه تعویل نکنه. این اسماعیل نگفته کلمه اسحاق در آوردن، کلمه اسحاق نبود، یک تا حرف هم در آوردن ممکنه کتاب خدا، اونها کلمه اسحاق در آوردن. یعنی گفتن که ای ابراهیم یگانه پسرت اسحاق در راه خدا قربانی کن شد جمله. لیکن آنها از بی‌سوادیشان باقی مانده تورات به اعتبار دادن که دیگه هر جای تورات هم خدا میگه که ما اسماعیل به ابراهیم دادیم وقتی که عمری ابراهیم 86 ساله بود میگه، و اسماعیل اسحاق دادیم وقتی که عمر ابراهیم 100 ساله بود میگه. وقتی که اگر این گپ اسحاق میشد گپی خدا ختم بود که ای ابراهیم ما تو پسری یگانه تا امر میکنیم که قربانی کن. اگر اسحاق میگفت دوگانه است اینجا اسماعیل هست آخر اینجا نفهمیدن اونم دیگه هر جای کتاب خدا شما راحت ضبط دیگه. همون الله عزوجل قرآن کریم بیان کرده میگه که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر قرآن کریم از غیر الله تعالی میشد در قرآن کریم اختلاف‌های به هم دیگر زیاد و بسیار میافتن. اینجا یک گفته میگه اونجا یک گپش خودش به رد میزنه. این خیلی بسیار میبره که کتابی که انسان مینویسد اصلا خیلی چیزا خالی نمیشه، لیکن کتابی که الله عز و جل تنزیل من حکیم حمید نازل شده از جانب حکیم، ذاتی که همه چیز جای خودش میمونه و حمید است، این بیگان که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه از پیشش یگان کتاب یا یگان گپ آمده قرآن تغییر داده میتوند، نه از قفاش، یعنی نه پیش از قرآن آمده کتاب ها تغییر داده میتوند و نه بعد قرآن آمدگی انسان ها قرآن به تغییرات داده میتونند. الله عزوجل تعریف میکند. البته که وقت تنگ است، درباره کتاب های الله عزوجل سخن ها بسیار است، برای اینکه خود یک قرآن اگر دربارش گپ میزنم که 23 سال گپ نکنه، چون خدا 23 سال به نازل کرد و بعضی تفسیرها تقریبا 30-40 مجلد. ان شاء الله نصیب باشد در دیگر نوبت ها بیان میکنیم. لیکن خلاصه همه دین ها، خلاصه همه کتاب ها الله عزوجل بیان کرده میگوید در سوره انبیاء و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما پیغمبر تو و تمام پیغمبرایی که پیش از تو بودن همش به وحی میدادیم، یعنی کتاب نازل میکردیم، وحی نازل میکردیم، خبری خودمون میرسانیم. چی گفته؟ لا اله الا انا، غیر من در این عالم دیگر خدای حقیقی نیست، یگانه الله تعالی از خدای حقیقی، دیگر آن بت و صنم و هیکل و درخت و سنگ و قبر و مرده و زنده و بالای دهقان و خضر و پذیر و هر چیزی که مردم عبادت میکنند این همش از دین مقدس اسلام انسان میبرد. تمام پیغمبران نوح علیه السلام 950 سال دعوتشان به لا اله الا الله. ای مردم لا اله الا الله گوید، غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست، هیکل نپرستید، بت نپرستید، فقط الله عبادت کنید. همه پیغمبرها دعوت میکنن فاعبدون، من عبادت کنید، یعنی همین گپی خدای پیغمبرها میرسونن. یعنی خلاصه قرآن کریم، خلاصه تورات و زبور و انجیل و صحف ابراهیم و صحف موسی و دیگر کتابایی که خدا نازل کرد، این همش دعوت به یگانه الله تعالی عبادت کردن است. ما امروز ها این سخنهای میگویم، تقریبا هر جمعه درباره یگانگی الله تعالی سخن میکنیم. بعد حقیقت میگویم که برای چی شما دامله ها تشویقات نمیبرید، برای چی شما دین نمیرسونید. دین نمیرسونیم وقتی که گفتیم همونجا خودشان این کار میکنن. در جنازه صحبت میکنیم که به مرده گریه کردن یعنی غضب خدای میبیاره، این گناه کبیره است، تقدیر خدا ناراضی است. گفته سخن میکنیم بعد 5 دقیقه میبرد و وای داد داد میزند. من این گفته میگویم با بعدین که دعای خیر میشه و آخرش به ارباب‌ها یا پیرا مددگار یگانه یا این الله عز و جل یاردم میکنه که الله تعالی این پروردگار عالم در دشت و بیابان مونه پیش ما یاردم میکنه، نه پدر و نه مادر و تمام انسان ها یاردم کنه میتونن غیر الله عز و جل. بلا دور کن از سریم و بلای دور میکرده. امروز فرزندهای بعضی داملاهان به دستشان کزما چقشای
همون کوزماچاق نخواد بلای دور کنه، یگانه الله تعالی بلای دور کنه. پیشم بدید یک دخترچه آورده داشتن کوزماچاقش چاک ادم اینم چیم در اون دست میکساشه کوزماچاق چی وظیفش چون این وظیفش اجرا نکرده سوخی رفتم. اما مقصد اساسی شریعت این بی عقلی مردم بدن پلاسمتین چیز است نخواد همون بلای دور کند تا همین در کلانپور نخواد بلای دور کند تقی اصل نخواد بلای دور کند این سریق همون کلی گوسفند در خانه ها میزنیم در بالاهای در باز گلهای خاری نمیزنیم نخواد همون ها بلای دور کند. اگر همه ها بلای دور میکنیم شد تمام دنیا کی قیمت هاش خریده آورده به خانه های خود میمونیم. اگر تو ما فایده میکرد قرآن خودش بهش میگشتیم نه اینکه یک آیتشه کانوا یکرهون التمائم کلا من القرآن و غیر القرآن. صحابه های کرام ابراهیم نخعی میگن که تمام نمودی تو ما را نگم بعد میدیدم خواه از قرآن باشد خواه از غیر قرآن باشد انی مشرکا انی فالبنوی جادوگرا کوی کفر از برداشته گشتنش لیکن انی دوملاهایی که اگر نویسه میدادگان دوملای بی ثواب انا بگم گناه است برداشته گشتن. قرآن برای برداشته گشتن نه برای خواندن تلاوت کردن معنی هاش فهمیده و به عمل کرده دیگرها رسانیدن از قرآن معناش نه اینکه برداشته گشتن. حاجت خانه میدارد جاهای افلاس میدارد قرآن همراه خودش همه وقت بهشت میگرده تو ما آی بلا دور کن این نه بلا دور کن پروردگار این چیزا الله عزوجل خودش از همه انسان ها بلای دور میکند و خیرات می آوردگی رزق می آوردگی این همش الله عزوجل. امام اعظم تربیت نمیکنه حالی هم مردم به ماشین میشنم امام اعظم تربیت کنه الله عزوجل تربیت میکنه. الله عزوجل یگانه ذاتی که از دستش همه کار رب العالمین یعنی به 32 مراتب الحم میخوانیم اصلا تفسیرش ندونستم معناش ندونستم امام اعظم تربیت کنه میگه خدا میگه که رب العالمین الله از تربیت کننده عالمیان تمام عالم تربیت میکنه که ذات این الله تعالی است. این چیزا مهم است محترم جواب. اگر یک انسان ریشش در داخل اسلام سفید شود 5 وقت نمازش در مسجد در جماعت باشد قرآن از یاد آورد شب و روز روزه دارد ذکر کند خدا تعالی از دنیا ترک کند و اگر خدا یگان چیز شریک آوردگی باشد لقد ما خدا پیغمبر خدا میگه پیغمبر خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ولقد اوحینا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیغمبر ما تو وحی دادیم و پیشین پیغمبران وحی دادیم که اگر شریک بیاری تمام عملها بیهوده میشه. اگر آخری حیاتش به یک آدم مشرک شود خدا و هستی خضر می یگان چیز هست بوی دهقان اگر شریک بیاره خدایم فرصت ما بینش اومدگی نه از همه هایم فرصت گو اربای گذشتگان همین جنگی ها تربیت کنه داد خدا شریک آورد همه عملاش نمازهای خواندگیش صدقه های کردگیش همش بیهوده میشه. خدا مشرک به ذره نظر نمیکنه. وقتی که اما کی پیغمبر مشرک بود دین اسلام بلکه خدمت کرد دین اسلام پیغمبر از مشرکان محافظت کرد همین خیلی یگان کس مثل ابو طالب پیغمبر به خدمت کردیشه لیکن از دنیا مشرک برد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا استغفرن له ما لم انها تا مادامی که خدا من نکنه در حق امکان استغفار می‌بردم خدا گناه امکان بخشد گفته دعا میکنم دعا کنم به سر کنم که الله عز و جل که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین در سوره توبه پیغمبر مؤمن ها و درست نه که در حق مشرک در حق پلید در حق بونا اطلاق آدم استغفار پرسد و این مشرک است که نباشد اگر چنده که خدمت کرده باشدم اگر چنده که امک باشدم اگر چنده که پدر باشدم. پیغمبر پرسیدن که پدری من پیغمبر یا علما گفتی پدری من در کجا گفتن که پدر در دوزخ چون که دین اسلام ناآمده مردگی بود غمگین شد برفت اینجا بیفتن پدری منم پدری توام در دوزخ هست ندونستم مشرک بودم و پدری خودشون هم نجات دادن به چقدر ما شما نجات داده میتونم. بنابراین محترم جماعت این چیزا مهم است. ما اگر خدا ترس باشیم و این طرف شریک بیاریم دعاها ما غیر الله عز و جل پرسیم عملای ما همش با حج ما بیهوده صدقه ها ما بیهوده است. هم بنده بهترین انسان همون آدمی که از دنیا خدا پرست گشته میبرد غیر الله عز و جل اون کسی شریک نمیبرد. در حدیث قدسی الله تعالی میگه که در سنن ترمذی آمده است حدیث انس رضی الله عنه الله عز و جل میگه که ابن آدم ای فرزند آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا اگر روز قیامت یک زمین گناه کردی منو واخوری یک زمین همین زمین تا عنان السما تا لجام آسمان اگر گناه کرده واخوری ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا ثم منو واخوری من به یگان چیز یگان کس اگر شریک نواردگی باشی لا اتیتک بقرابها مغفرة یک زمین مغفرت میتیم گناهات همیشه میبخشم مادامی که شریک نآورده باشی. ان الله لا یغفر ان یشرک به الله عز و جل نمیبخشد کسی که الله تعالی شرک بیارد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء غیر شرک دیگر کسایی میبخشد. محترم جماعت شاید بعضی مؤسسه فیدا کلام صلا زبان شما اوضح شده همین چیزا از مرده ها یاردن پرسیدن
شاید اونها قصد نمیکنن امروز نیت نداره، لیکن از دهنی دیگه کسا اذیت گرفتگی نه تغییر دهن و نگویند که یک بچه جوان آمده امروز دین بو داد بو هم ما تغییر داد داد بو هم یگانه الله عبادت میکنه. ما دین فالبنان ده برای اینکه در زمان شوروی عالمای کشتن کتابهای بردن فقط فالبنای بدبختان موندن. ما اعماها دین گرفتیم برای اینکه کمک یک شکل روحانیت داشتن دعا میکنن بخشیده میمونن مثلا کسال میخوانن مردم اعتقاد کرد که اعماها ملافت اعماها گرفت تا بیروزه در معرکه ها فالبنا در بالا مینشست. ما میدانیم این چیزا حال دارم بعضی فالبنای بدبخت مردم معرکه هاش به خبر میکنن. اعماها ما دین گرفتگیم دینی باباها ما این نست دینی فالبنا از مرده ها یاردم پرسیدن برای اینکه خودی فالبنا از جن ها و از پیراش ها یاردم و مدد میپرسن. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.